واه بمی سرکا و جاده های کابل که در اواخر پاک شده. شبم دوستان عزیز بسیار یک طوفان خطرناک بود کابل. تو باران بود، الماسک بود و زلنک بود در آسمان که فکر میکردین آسمان دلش بسیار پر است و میخواد سر زمین خالی بکنه و امون کارم کرد دیگه. یعنی طرفم نمیباره، دوستان عزیز شب میباره. میگم از چهار راهی دوستان عزیز، چهار راهی گلاسار خیلی چهار راهی بست پاهنتون هم نوشته دوستان عزیز. من نفهم بست پاهنتون بست در کجا هست، آیا هست نیست دیگه. همینجا نوشتهش هم میبینم که هست، نوشته هست. سلام و درود سارای شما خوبانا عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. اول دوستان عزیز خوب واه بمی سرکا و جاده های کابل که در اواخر پاک شده. شبم دوستان عزیز بسیار یک طوفان خطرناک بود کابل. تو باران بود، الماسک بود و زلنک بود در آسمان که فکر میکردین آسمان دلش بسیار پر است و میخواد سر زمین خالی بکنه و امون کارم کرد دیگه. یعنی گلالای را که میبینین تمامش به خاطر باران شب است و کارمندای ریاست تنظیف هم دوستان عزیزانه بودن و کار میکردن، یا دیگه براتون بگویم که پاککاری میکردن. این چیزا جوچه را کل جای جمع کردن، مثلا جنگلی ها و چیزا را. زمین هم که هنوز میبینین بعض جاها تر از بعض جاها خوب بیخی دنده است و بعض جاهایی که آب استاد نشده خشک شده. اما تو بیرین دوستان عزیز، ما نگفتیم که با کجا میری، حال گپ زدن میری. ما دوستان عزیز در نزدیکی چهار راهی بست یا همون گل سرخ شهر کابل هستیم و اما تو دوستان عزیز با پیش میریم که چهار راهی گل سرخ ببینیم. زیاد وقت شده نامدیم این طرف دوستان عزیز دیگه. جای شهر کابل دیدیم این طرف نامدیم. برای منزل های زیبا رو ببینیم دوستان عزیز. خانه های مسکونی کابل دوستان عزیز که این تابستان و بهار میشه واقعا زیباییش بی‌مثال میشه. اینقدر زیبا و مقبول میشه که هیچ از گفتن نیست. همین سبز که میشه درخت ها و اینا واقعا سبزی به کابل میخوانه دوستان عزیز. گل های رنگارنگ و هیچ چیزا دیگه. میبینین دوستان عزیز ساختمان ها را ببینین. گلک ها چقدر زیباست دوستان. گلای مرسل کیجه شانده شده. ببینین گلای مرسل چقدر زیبا هستن واقعا و چقدر زیبا ساخته این بخشه. تربوز دوستان عزیز وقتش هست و دیگه اونه تربوز آوردن. بازارهای کابل تربوز گرفته دوستان عزیز کلشه. طرفم چقدر خوب نقش داره این گلک ها را دوستان عزیز. گلای دیواری را ببینن چقدر خوب نقش داره، چقدر زیبا ساختشون. و طرف هم فرش فروشی هست دوستان عزیز که حتما دور میخوریم ازشون یک دیدن میداشته باشیم. اول با چهار راهی یک بار برسیم. شفاخانه الحیات و انصار در آزاد اینا رو دیگه این طرف هم میبینیم دوستان.
الحیات یکی از بزرگترین شفاخانه های شهر کابل دوست عزیز به شمار میره. قیامت رو میریم دوستان پیش. این هم چهار راهی بست دوستان عزیز یا همون چهار راهی گل سرخ شهر کابل که در تصویر بیننده هستیم. هوای کابل هنوزم ابری است دوستان عزیز، دلش هست امروزم بباره. روز نمیباره دوستان عزیز، شب میباره. میگم از چهار راهی دوستان عزیز، چهار راهی گل سرخ، چهار راهی بست پاهنتون هم نوشته دوستان عزیز. من نفهم بست پاهنتون بست در کجا هست، آیا هست نیست دیگه. همینجا نوشتهش هم میبینم که هست، نوشته هست، اما خود پاهنتونش هم نفهم کجاست. اگه شما میخواین در بخش کومنت بنویسید. اینجا تالار گل سرخ همین محفل داره دوستان عزیز، با پذیرایی مهمانان نشستن دوستا. یه همون فرش فروشی دوستان عزیز براتون گفتم که فرش فروشی زیاد است طرف، یعنی بایشه این بغلای جاهای پارک ملی بس یا ما گفتی ایرانی ها اتوبوس دیگه، بس های بزرگه فرش گرفته. فرش های رنگ و رنگ صبح و دوستان عزیز سرید قربان است که مردم خانه را تیار میکنن، فرش میگیرن، فرش ها را تبدیل میکنن و همون تو کارهای دیگه با خاطر بیربار زیاد هستی طرف. تارها را میبینین که دور داره میرن دیگه و اورلاک میگن دوستان عزیز، چی میگن همون یک نام داره همون تو میکنن اورلاک است فکر کنم. این طرف هم دوستان عزیز ترافیک را بند کرده و بیربارش بسیار همون تو خراب است. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده در کانالتون سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همگیتون اول مثال پاک و بینی است میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.